سلام دوستان، چطورین؟ من اومدم با یه ویدیوی دیگه خدمت شما. حالا تو این ویدیو میخوام یک بازی رو بهتون معرفی کنم که خیلی جذابه به نظر خودم چند بار بازیش کردم. اینه دیگه، سوپرمارکت اسمش، تصویرش هم که اونه. وارد بازی میشیم. من خودم حالا بازیش کردم، پولم صفر نیست، البته اولم صفر نیست پولش، ولی الان من باید کانتینیو رو بزنم چون قبلا بازی کردم، ولی شما که تازه نصب میکنین باید استارت رو بزنید. بریم بازی رو شروع کنیم. اوه چه شانسی، شبه. باید با دکمه کلوزت مغازه رو ببندیم و فردا صبح دوباره شروع به کار کنیم. چقدر سود کردیم، اوه ماشاءالله، چرا نفروختیم. حالا باید بریم جای کامپیوتر داخل مغازه و روی دکمه مارکت بزنیم. دکمهش هم یک عکس سبد داره، اینه که باید بزنیم و وارد انگار مارکت تو کامپیوتر بشیم و اینجا میتونیم از این قسمتش برای مغازه چیزی بخریم و از این قسمت هم میتونیم مواد غذایی بگیریم. از اون قسمت میشه تجهیزاتی گرفت. حالا ما نون باگت میگیریم، یک آرد میگیریم دیگه، آب بگیریم و شیرم خوبه، شیر بگیریم. حالا باید بیایم توی انگار باید بیایم توی این قسمت تا بتونیم خریدمون رو نهایی کنیم. بعدم میذاریم رو اون تا خریدمون رو برامون ارسال کنه. حالا ما اگه بریم بیرون از مغازه، خریدمون اونجاه و باید بریم اونجا خریدامون رو برداریم و بیایم توی قفسه ها بچینیم. با این دکمه هم درش رو باز میکنیم و با همون دکمه هم باید بزنیم توی قفسه ها انگار محصولا رو. خب این شیر باید بزنیم توی یخچال. چرا اون ور دارم نگاه میکنم؟ من باید بزنیم توی یخچال. اولش هم بهتون یخچال رو نمیده و من خودم بازی کردم و خریدم. اول فقط 2 تا قفسه بهتون میده. حالا من نصف شیرا رو میچینم، بقیهش رو میذارم. بریم جعبه بعدی. این جعبه چیه؟ این جعبه آبه. آبای هم باید توی یخچال بچینیم. میایم توی یخچال اینا رو میچینیم. اینم اضافیاشو میذاریم. من که آب داشتم، چه خریدم دوباره خدایا. تو چی میگه؟ حالا این چی؟ آرده. این آردو باید تو قفسه ها بچینیم. آخر از هم که مواد چیدیم باید بریم جعبهش رو بندازیم توی سله آشغال تا نشون بدیم که مرتبیم. حالا نون باگت ها رو میچینیم. اینم میریم میندازیم سله آشغال. اینم بگم که سابسکرایب یادتون نره، حتما سابسکرایب کنین. حالا قیمت ها رو مشخص میکنیم. این که قیمتش اوکیه. خب من یکم تخفیف میذارم که مشتری ها زیاد بیان. اینم اوکیه. حالا این دوتا هم که فکر نکنم تغییر کرده باشن، هر روز که دیگه قیمت ها تغییر نمیکنه. مگه ایرانه؟ نه ایرانه. حالا باید بیایم روی این بزنیم و مغازه رو باز کنیم و منتظر بمونیم تا مشتری بیاد که از همون خرید کنه. چه مشتری نمیاد خدایا. راستی با این دکمه هم چراغش روشن میشه. من چراغ روشن کردم. چراغ شبا خیلی تاریک میشه تو مغازه، حتما باید چراغ روشن کنید.
آی بابا چرا مشتری نمیاد؟ شب شد. حالا بعد یه دونه مشتری که میاد میریزه. بیا 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 بیا. ماشالله پهلوون، ماشالله. حالا چی برداشته؟ یه نون باگت فقط، همین. واقعا آخ. حالا بعد اینجا یا پول نقد میده یا کارت اعتباریشو میده، ما پولشو میگیریم. و از این قسمت هم اون قسمتی که سبزه میگه که پول اضافی نداده و ما باید با زدن این دکمه بهش اجازه بدیم که بره. اوه چه خریدی کرده! 2 تا پاکت شیر، یک آب معدنی و یک نون باگت. حالا این کارت داده، کارتشو میگیریم رو کارت خان میزنیم. بعد حالا من فکر کنم کامل نصب نشده. این گوشه تصویرم یک تصویری شبیه ام هست که اون یکم سخت میکنه بازی رو، ولی برای بعضی اون ام نیست. برای اینکه بتونیم هم حساب کنیم که ببینیم قیمتش چقدره که حساب کنیم، این گوشه سمت چپ پایین زده قیمتو 12 رو میزنیم، یک ممیز و بعدم 22. نون باگتا ایشون پول نقد دادن و ایشون اضافی تر دادن، ما باید پولشون رو بهشون برگردونیم. حالا یک 5 سنتی، 2 تا دیگه هم 2 سنتی. حالا اوکی شد، میتونیم بهش بدیم پولو که بره. اینم بدهی نداره. حالا من تا همینجا بس دیگه ویدیو رو قطع میکنم که شما دیگه خودتون بریم بازی کنین و ببینین چی جوریه. خداحافظ تا ویدیوی بعد. بای بای.